بهم گفت آدم تا خراب نشه درست نمیشه. گفتم اصلا این حرف تو قبول ندارم. روز نهم آقای حبیبی شروع کرد برام تعریف کردن. گفت اوایل کار ساخت و ساز ملک بودم، اون روزا روی یه دونه پیلوت 3 تا پروانه میگرفتیم اما یه دونه رو غیر مجاز می‌زدیم. آخرین پروژه رو ساختیم، تحویل مردم دادیم و من برای استراحت پاشدم رفتم آنتن. روز دوم استراحتم بود، لب سال دراز کشیدم داشتم آفتاب میگرفتم. گوشیم وصل شد به وای فای فروشگاه کناری. دین 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 دیدم همینطور داره واتساپ نوتیف میاد. برداشتم ببینم چیه. دیدم عکس پشت عکس داره میاد که شهرداری ریخته تمام وایدا رو بیرون کرده و داره خونه ها رو خراب میکنه. شوکه شدم. اولین کاری که انجام دادم یه بلیط گرفتم و سری برگشتم. وقتی رسیدم اونجا دیدم مردم چادر زدن دور خونه، دقیقاً مثل کسی که زلزله اومده. همه آواره شدن. گفتم خدایا بیچاره شدم. اون لحظه تصمیمو گرفتم و هر چی داشتم و نداشتم رو فروختم. ماشین، ملک، طلا. اونایی که واحد می‌خواستم براشون واحد خریدم، اونایی که پولشون رو می‌خواستم پولشون رو دادم. یه سری هم بهم اعتماد داشتن، گفتن صبر می‌کنیم تا دوباره برام واحد درست. اون روز خراب شدم. با خاک یکی شدم. اما امروز ادعای سرعت و کیفیت رو توی ساخت و ساز دارم. ببین محمد، آدم تا خراب نشه درست نمیشه. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. خودتو خراب کن قبل از که دیگران خراب کن. از نو بساز ولی مردونه بساز.